آیا تا به حال فکر کردید که جهان فقط به همین بعد مادی خلاصه نمیشه؟ آیا در قرآن اشاره به ابعاد بالاتر آگاهی شده؟ بیایید با هم این راز رو بررسی کنیم. قرآن دارای سطوح مختلفی از معناست و درک کامل اون نیاز به تفکر و تدبر عمیقه. خداوند در آیه می‌فرماید اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد. بخشی از آن آیات محکم هستند که اساس کتابند و بخشی دیگر متشابه. این آیه نشون میده که قرآن دارای لایه‌های مختلفی از معناست و نیاز به تأمل داره، درست مانند درک ابعاد بالاتر آگاهی. قرآن میگه آگاهی و حقیقت نه تنها در جهان بیرونی بلکه در درون ما هم نهفته و در زمین آیاتی برای اهل یقین است و در درون خودتان نیز آیا نمیبینی؟ این آیه اشاره داره که درک حقیقت نیازمند کشف درون خودمونه، درست مانند اون چه در مفاهیم بعد پنجم بیان میشه. خداوند در قرآن از نوری صحبت میکنه که فراتر از این جهان مادیه. سوره نور آیه 35. خداوند نور آسمان ها و زمین است. این آیه نشون میده که درک حقیقت الهی وابسته به شناخت نوره. همین نور در آموزه های آگاهی بالاتر نیز مطرح میشه. قرآن در مورد معراج پیامبر یا پیام آور هم سخن گفته، سفری که او را به عوالم بالاتر برد. سوره نجم آیه 7 تا 9. این آیه نشون میده که پیامبر به سطحی از آگاهی و حضور الهی رسید که ماورای بعدهای دنیویه، مفهومی که در بعد پنجم نیز به اون اشاره میشه. در قرآن به اسراری درباره کیهان و ارتباط با حقیقت اشاره شده. سوره واقعه آیه 75 تا 76. این آیه به مکانهای ستارگان اشاره داره و قسم یاد میکنه که حقیقت اون برای انسانها بسیار عظیمه. در بسیاری از آموزه های آگاهی ستارگان به عنوان دروازه هایی به سطوح بالاتر آگاهی شناخته میشن. آیا میتوان گفت که موضوعاتی مثل بعد پنجم و آگاهی های برتر بی ارتباط با قرآن هستند؟ یا اینکه قرآن از ابتدا این مفاهیم رو در خود داشته و حالا زمان اون رسیده که اونها رو کشف کنیم؟ نظر شما چیه؟ آیا قرآن درباره ابعاد بالاتر آگاهی صحبت کرده؟ نظرات خودتون رو در کامنت ها بنویسید و اگر این ویدیو رو مفید دونستید اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید.